درود همگرانی عزیز. اینا امروز آقای زینورا مدتوابت گرفتن یک کورس. موضوعی ویدیو در بالا نشون میتیم. یک از با کدام حالت اومده بودن، چی اومده بودن، کدام وضعیت خطی پدرشون آورده بودیره ویدیو را نشون میتیم. اینا بعد یک کورس خودشون ببینیم ساق سلامت خیستن. اینا با پدرش گپ زدن خیلی کدام حالت بودن. من حامدوف قهوار اشاری پنجکی و هم دخترم حامدو زینوره اولش باید سخت بود همه گریجه کسان گرفته برشاری دوشنبه آوردیم دو سه جا دکترها با مراجعت کردیم طبابت کردن ناز نشد یه همونما دیدیم که دکتر بختیار شوی همون اکرام کرده گل زدن همینجا آوردیم مصلحت کردیم گفتن که طبابت شونده یکم دویم روز بود روزی دختری من با پا درگاه گم شد با پا خیست من این 10 روز شد که ما طبابت گرفتیم امروز دهم روز دخترم به حضور رقم میگرد یکم جوش در نمیکنه سال شد هم دیارون عزیز اگر همه خیلی کسرگاهی سرموره دیسک و گریجه میگن همون به همون دکتری بختاش شایف مراجعت کنیم لایم صاحب سلامت شده به خانهاتون برمیگردید. ما در آخر گفتنی هستیم که هر کسی که ما توموگرافش ببینیم اگر در توموگراف ببینیم کم طرف جای قق داره باید توبه شونده است. اگر ببینیم نمیشه ما با جراحی روان میکنیم، حتما جراحی روان میکنیم. نه که میبینیم که کم تا حالتی بود توبه شونده هست حتما در توبه میگیریم، توبه میکنیم. شکر خدا توموگراف نشون میده همین توبه میشه یا نمیشه. برای هم به تشخیص به توموگراف قبول نمیکنیم. حتما تشخیص رو گذاشته بعد اومدن در کار. مرحمت همین توموگراف را که آوردن ما کاری خمونه با کفالتش گفته میتونیم. به توموگراف گفته نمیتونیم. سلامت باشید. دکتر شما ما رحمان میگیم که همین دکترهای درجه عالی مسیسری خوب داره. ما هم 10 روز اینجا دام گرفتیم بسیار تبابت‌های زور کردیم. تمام رحمت ما امروز دوام بشود که ما رفته استیم. روزی هستیم. هزاری اگرزیموز رحمت کلام دکتر شما.